امروز با فرمانهای پرزیدنت و در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ساختارهای سود عالی، پروکراتوره و وزارت کارهای داخلی تغییرات کادری صورت گرفت. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حفیظزاده تاجدین از وظیفه معاون رئیس سود شهر خوجند ولایت سوغد آزاد گردیده با وظیفه رئیس سود ناحیه مسجد تعیین گردید. همچنین پروکورور و سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه مسجد از شمول کادرهای کاردان و صاحب تجربه و دارای ملکه خوبی نظارت و راهبری تعیین گردیدند. در یکچند شهر و ناحیه‌های کشور پروکورور و سرداران شعبه‌های وزارت کارهای داخلی عوض کرده شدند. ضمن صحبت راهبر دولت فعالیت ساختارهای ذکر شده را همه‌طرفه بررسی نموده جهت رفع کمبودی‌ها، مبارزه بر ضد جنایتکاری به خصوص استعمال و فروش مواد مخدر، قانون ویرانکنی در سمت استفاده غیر مقصدناک زمین، تأمین ترتیبات و ولایت قانون و امن و ثبات جامعه سپارش‌های مشخص دادند. تأکید گردید که در همه حالت باید منفعت‌های دولت و ملت در مد اول باشد و هر یک کارمند مقامات حفظ حقوق و ترتیبات باید در دایره سندهای معیاری و حقوقی عمل کننده فعالیت خود را برآمانده وظیفه‌های خدمتی‌اش را پورا و صافدلانه اجرا نماید. آموزش زبان‌های خارجی، تکمیل اختصاص و از خود کردن دانش‌های معاصر تکنیکی از مسئله‌هایی بودند که پیشوای ملت به طور جدی تاکید نمودند.